لنت‌های موتور از نظر شکل ظاهری دو دستن، یکی لنت‌های کاسته‌ای، یکی لنت‌های دیسکی. لنت‌های کاسته‌ای سرتخت داره و سرگه. بزرگترین شکایت موتور سوارا جیغ کشیدن لنتاست. جیغ کشیدن لنتا چند تا دلیل داره. یکی از دلایلش کیفیت خود فیبر روشه. اگه صفر باشه جیغ میزنه، نرم باشه که زود تموم میشه. شیارایی که روی لنتا قرار داره هیچ تأثیری تو مقدار ترمز گرفتن یا سر و صدای موتور نداره. اما یک مورد دیگه که باعث میشه لنتا صدا داشته باشن خود فنراست. ببینید فنرهای بلند و نازک، فنرهای کوتاه و کلوف. بعضی مواقع میشه که فنرهای کوچیک توی توپی گیر میکنن و حالت اعصاب خودخونی به وجود میارن. اگر دیدید جیغ میکشه حتما لنتو عوض کنید و فنر باریک و بلند روش بندازید تا مشکلتون حل بشه.